أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحین باغ نیکوکارانش میگوید: باب التوبتی. اولین باب را ما و شما خلاص کردیم که باب الاخلاص و احضار النیه بود و درس امروزه امان از دومین بابی کتاب ریاض الصالحین است که باب التوبتی، یعنی باب در مسئله توبه. توبه اصلا چی است؟ توبه یعنی بازگشتن از معصیت و گناه به سوی الله تبارک و تعالی با طاعت و عبادت و فرمان برداری. همین رو توبه میگن، یعنی که انسان به سوی الله باز میگردد و هر چیزی که الله گفته است اون را قبول میکند و فرمان برداری میکند از گفته های الله. همین چی است؟ توبه میباشد. امام نووی رحمه الله در زیر این باب پیش از اونه که دلایل را تقدیم بکند، اولا یک شرط و یا سخنهای مهم را در مسئله توبه میگوید: قال العلماء، عالم ها گفتگی هستند، میگد که التوبه واجبه من کل ذنب، یعنی که توبه واجب میباشد از هر گناه. از هر گناه میگه باید انسان توبه بکند. هر گناهی که میکند واجب است، ضرور است بالای اون انسان که این انسان باید توبه بکند. فإن كانت المعصیة بین العبد و بین الله تعالی، پس اگر که میگه همین گناه و معصیت بین بنده و بین الله باشد، لا تتعلق بحق آدمی، یعنی که ارتباط و ربط به حق مردم نداشته باشد، حق آدمی در آن معصیت و گناه نباشد، فلها ثلاثه شروط، پس میگه این طور توبه کردن میگه سه شرط دارد. اگر فقط در حق الله باشد، حق آدمی، حق مردم در اون نباشد، در این صورت میگه باید سه شرط بجا بیاید. اون سه شرط چی است؟ احدها، اولین شرط توبه، ان یقلع عن المعصیتی، باید اون انسان باز دارد خودش را از گناه، دست بکشد از گناه، آن گناه را دیگر تکرار نکند. این اولین شرطی پذیرایی توبه است، قبول شدن توبه است. و دومین شرطی که توبه قبول می شود و ثانی ان یندم علی فعلها، باید اون انسان پشیمان شدگی باشد از انجام دادن همان کاری گناهی که انجامش داد. باید پشیمان باشد، پشیمان قلبی، یعنی صادقانه و صدقاً باید پشیمان شدگی باشد از همون گناهی که انجامش داده است. این دومین شرطی قبول شدن توبه است. و سومین شرطی قبول شدن توبه و ثالث ان یعزم الا یعود الیها ابدا، میگه انسان باید تصمیم بگیرد، اراده بکند که ان لا یعود الیها ابدا، برای انجام دادن آن گناه دیگر هیچ وقت باز نمیگردد، باز اون کار رو دیگر تکرار نمی کند. پس این سه شرط در هر توبه که باشد، پس اون توبه را انشاءالله الله سبحانه و تعالی قبول می کند. این سه شرط اگر در حق، یعنی که اون معصیت و گناه در حق الله باشد، بین بنده و الله باشد، همین سه شرط به وجود آمد، الله سبحانه و تعالی اون توبه را قبول می کند. میگه فإن فقد احد الثلاثه، پس اگر که موجود نباشد یکی از همین سه شرط، همین سه شرطی حالا گفتیم اگر یکتش نباشد، لم تصح توبته، اون انسان را توبهش سالم، درست و کامل نمی باشد، یعنی توبهش نادرست است. هر انسانی که میخواهد توبه بکند باید این سه چیز در اون باشد: یکم دست بکشد از آن گناه، دوم پشیمان شود از آن گناه، و سیوم تصمیم بگیرد که دیگر آن گناه رو انجام نمیدهد هیچگاه. پس در این صورت اون انسان را توبهش قبول می شود. اگر یکی از این سه شرط نباشد،
آن توبه جایز و درست و مقبول و کامل نمی باشد. اکنون امام نووی رحمه الله میگوید و این کانت المعصیه تتعلق بآدمیین، میگه اگر که اون معصیت و گناه ربط و وابستگی داشته باشد، ارتباط داشته باشد به حق آدمی، یعنی حق مردم باشد، اگر فشروطها اربعتون، پس شرطای قبول اون توبه 4 چیز است. میگه 4 چیز باید در آن توبه باشد. هذه ثلاثه، یعنی همین 3 چیزی که حالا گفتیم: یکم دست بکشد از آن گناه، دوم پشیمان شدگی باشد از انجام دادن آن گناه، سوم تصمیم بگیرد که آن گناه را دیگر انجام نمیدهد. این 3 شرط. و 4م شرطش که و ان یبرأ من حق صاحبها، و این که براءت طلب بکند، یعنی که راضیگی طلب بکند از حق صاحبش، یعنی خودش را دور بکند، خودش را پاک بکند از حق صاحبش. حق صاحبش چطور بگم خودش را پاک میکند؟ یعنی که راضیگی طلب میکند، براءت طلب میکند. میگه فإن کانت مالا او نحوه رده الیه، اگر که میگه حق آدم را گرفتگی باشد که مالش مثلا گرفتگی است، او نحوه یا همین طور اگر چیزش را گرفتگی باشد، رده الیه، پس میگه همون مال رو یا همون چیز اون آدم رو گردونده بتید. یعنی که براءت همین است. ان یبرأ یعنی براءت بجوید، یعنی که حق همون آدم اگر مال باشد یا چیزی باشد، گردانده برده بتید حق اون آدم رو. این 4مین شرطی قبول شدن توبه است. و این کانت حد قذف، و اگر که حد تهمت باشد، یک آدم را تهمت کردگی است، اگر تهمت کردگی باشد و نحوه یا مانند همین، یا در حق آدم دروغ بسته است، یگان سخنی ناجا گفتگی است، یا آدم تهمت کرده است، اگر این کار باشد میگه مکنه منه، پس میگه بگذارد اون انسان را که اون انسان حقش را از این بگیرد، یعنی که به اون انسان نیز قدرتی جبران کردن و قصاص گرفتن رو بدهد. اگر که مثلا آدم رو حد قذف کردگی باشد، تهمت به زنا کردگی است، و در این صورت میگه مکنه، یعنی که اون انسان را که تهمت کرده بود به زنا، به اون انسان قدرتی جبرانی این کار را بدهد که اون انسان جبران بکند این کار، یعنی که بالاش حد شرعی جاری شود. او طلب عفوه، یا تهمتش کردگی باشد در یگان کار دروغ در حقش بستگی باشد، طلب عفوه، برود از اون انسان بخشش طلب بکند تا اون انسان این را ببخشد. و این کانت غیبتا، و اگر اون انسان را میگه غیبت کردگی باشد، استحله منها، پس بخشیشی طلب بکند، از اون حلالی بخواهد، یا اون را بگوید که من را حلال بکن، من را ببخشی، من در حق تو غیبت کردم. پس این بازگرداندن حق است. یعنی 4م شرط این است: حق اون انسان رو بازگرداند، یعنی که اگر مال باشد چیزی باشد گردانده بتید، اگر تهمت و حد بالای اون جاری کردگی باشد، این انسان اون را فرصت بتید، قدرت بتید که اون انسان حد را بالای این جاری بکند، یا از اون طلب عفو بکند تا اینکه اون انسان این را ببخشد. و یجب ان یتوب من جمیع الذنوب، میگه واجب است که توبه بکند انسان از تمام گناهان، از هر گناه، از همه گناه توبه کردن واجب است. فین تاب من بعضها صحت، پس اگر که میگه انسان توبه کند از بعض گناهاش، مثلا اگر انسان چند گناه دارد، از همین چند گناه یک گناه یا 2 گناهش داد توبه بکند، میگه صحت توبته، این انسان توبهش درست میشود. یعنی که مثلا 4-5 گناهان کلان دارد، از این 4-5 گناهان 2 تاش یا 3 تاش را توبهش با شرط و شروطی که حالا بیان کرده موافقت کرد، یعنی با همین شرطا توبه کرد، میگه توبهش درست میشود. این در اهل الحق من ذلك ذنبی، در نزد اهل حق، در نزد عالمان، در نزد عارفان، من ذلك ذنبی، از انا همون گناهانی که توبه کرد و شرطای توبه به وجود آمدگی هست، انا همونش میگه قبول میشود. و بقی علیه الباقی، و باقی میماند بالای اون انسان باقی مانده گناهان، یعنی دیگر گناهانی که توبه نکرده است یا شرط و شروطش پر نشده است، اون گناه باقی میماند
این انسان باید اون گناهان باقی مانده اش را همچنین شرط و شروطش را کامل بکند تا اینکه توبهش درست شود. و قد تظاهرت دلائل الكتاب و سنتی و اجماع الامتی على وجوب التوبه. و قد تظاهرت، و واقعا میگه ظاهر و آشکار و بیان است دلیل های از کتاب، دلیل های قرآنی و سنتی و دلیل ها از سنت، از حدیث های پیغمبر و اجماع الامتی و اجماع امت. اجماع امت هم بر همین است که علی وجوب توبتی، برای وجوب بودن توبه، یعنی انسان توبه بکند. انسان وقتی گناه و معصیت را میکند باید از آن گناه و معصیتش توبه بکند و از آن باز گردد. اکنون امام نووی رحمه الله برای این گپایش دلیل میارد از قرآن. میگد قال الله تعالی، الله سبحانه و تعالی گفته است در سوره نور آیت 31. الله سبحانه و تعالی میگد که و توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون، یعنی توبه بکنید به سوی الله همه شما ای مؤمن ها، ای مؤمنان، همه‌تون به سوی الله توبه بکنید، به سوی الله رجوع بکنید و پشیمان بشوید از کارهای نادرست و ناشایسته که انجام دادید. لعلکم تفلحون، تا اینکه شما کامیاب شوید و تا اینکه شما نجات بیابید و تا اینکه شما رستگار شوید. اگر توبه کردید پس توبتون صادقانه و با این شرطایی که در بالا ذکر کردیم با این شرطا باشد، پس شما رستگار و پیروز خواهید گشت. این اولین آیتی که امام نووی رحمه الله برای توبه کردن آورد. و دومین آیتی که میارد میگد و قال تعالی، الله سبحانه و تعالی در سوره هود آیت 3 گفته است که استغفروا ربکم ثم توبوا الیه. الله سبحانه و تعالی میگد استغفروا ربکم، یعنی که طلب بخشش و آمرزش بکنید از پروردگارتان، از الله جل جلاله آمرزش بخواهید، توبه بکنید، بازگشت بخواهید. ثم توبوا الیه، بعد از اون بازگردید به سوی الله جل جلاله. یعنی که اول طلب استغفار و مغفرت بخواهید، آمرزش گناهان را بخواهید و بعد از اون بازگردید به سوی الله جل جلاله. این بود دومین آیتی که امام نووی رحمه الله در زیر باب توبه آورده است. و بعد از این میگه و قال تعالی، و الله سبحانه و تعالی میگه همچنین گفته است. باز امام نووی رحمه الله درباره توبه سومین آیت رو میارد. میگه الله سبحانه و تعالی در سوره تحریم آیت 8 گفته است که یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحا، یعنی ای آن کسانی که ایمان آوردید توبه بکنید، باز بگردید به سوی الله جل جلاله توبه نصوحا، یعنی توبه خالصانه، توبه با اخلاص، توبه صادقانه به سوی الله جل جلاله بکنید. در زیر این قول، یعنی که درباره توبه نصوح، محققان قول را آوردن که میگوید که این قول ابن قیم است. میگوید که النصح فی التوبه، یعنی که پاک شدن و خالص گرداندن توبه یتضمن ثلاثه امور، در بر میگیرد میگه 3 کار را. انسان میخواهد توبهش صادقانه و صالح باشد و پاک شود و خالصانه باشد، توبهش میگه 3 کار را در بر میگیرد. اون 3 کار چی است؟ یکم استغراق جمیع الذنوب، یعنی فرا گرفتن همه گناهان، از همه گناه باید انسان توبه بکند و رجوع بکند از همه گناههای کردگیش. دوم و اجماع العزم بحيث لا يبقى عنده تردد، دوم اجماع العزمی، یعنی قصد کامل بکند که بحيث لا يبقى عنده تردد، با وجهی که میگه در نزد اون دیگه دودیلگی واقع نشود، یعنی که پشیمانی کامل و پشیمانی صادقانه است. این توانسته که دودیله باشد برای پشیمان شود و نشود، یا که مثلا گاه پشیمان میشود و با گاه پروا نمیکند. این طور نه، یعنی که پشیمانی و عزم و مقصد و مرامش برچی باشد، بر دوام باشد و پره باشد، شک شبهه در این قصد و مرامش نباشد. و سیمش و تخلیصها من الشوائب والعلل القادحة فی اخلاصها،
یعنی که خالص بگرداند اون انسان من الشوائب، از تمام عیب و زشتی ها، و العلل القادحه، یعنی علت های بد فی اخلاصها، در اخلاصش، یعنی که خالص بگرداند اخلاصش را از تمام زشتی ها و علت های نادرست، یعنی اخلاصش را پره بگرداند، اخلاصش را کامل بگرداند، نه برای ریا، نه به خاطر اینکه مردم ببینن بگن که این انسان را که یک زمان چقدر فاسق بود امروز چقدر توبه کرده است، یعنی برای مردم این کار را نکند، برای مردم تعریف کردن این کار را نکند، فقط خالصانه برای راضی الله جل جلاله این کار را انجام بدهد. و وقوعها لمحض الخوف من الله تعالی، یعنی که واقع شدگی باشد توبه این انسان لمحض الخوف من الله تعالی، یعنی فقط و فقط برای ترسی که از الله سبحانه و تعالی دارد، و خشیته، و ترسی از الله دارد، و رغبتی فی ما لدیه، و میخواهد آن چیزی که در نزد الله است اون را به دست بیارن، جنت را و راضگی الله را میخواهد این انسان به دست بیارد، برای خود توبه کرده ایستاده است. و رهبتی مما عنده، و میترسد از عذاب و شکنجه که در نزد الله است، از غضب الله میترسد، از دوزخ میترسد و توبه کردگی هست. فقط برای این میگه اگر توبه کردگی باشد پس میگه اون نصحش، اون را میگن توبه نصوح. این سه شرط در اون انسان باشد، یعنی یکم فراگیرنده تمام گناه، دوم قصد و مرامش کامل و پره و خالصانه باشد، و سیمش باید این توبه را از ترس الله جل جلاله انجام دادگی باشد. پس این سه شرط باشد میگه توبه اون انسان قبول و درست می شود. همچنین درباره توبه نصوح بعض علما میگن که هی توبه صادقه الخالصه لله تعالی، یعنی توبه نصوح توبه را میگن که صادقانه و خالصانه فقط برای الله باشد، پس اون را میگن توبه نصوح. التي يقبلها الله تعالی، همون توبه که الله قبولش میکند، توبه که الله قبول میکند باید صادقانه و خالصانه برای الله باشد. و هی التي یتوب صاحبها ثم لا يعود الى الذنب مره اخرى و یندم على ما فعله، یعنی توبه نصوح میگه همون توبه هست که صاحبش میگه لا یعود، دیگه بر نمیگردد به آن گناه دیگر مرتن اخرى، بار دیگر باز نمیگردد. و یندم علی ما فعله، و پشیمان است از آن کارهایی را که انجام داده است. پس این را میگن توبه چی؟ توبه نصوح، توبه خالصانه. پس این بود سه آیتی که امام نووی رحمه الله در زیر باب توبه آورده است. بعد از این میگذرد در قسم حدیث ها. اولین حدیث باب توبه و 13 حدیث کتاب ریاض الصالحین، امام نووی رحمه الله در 13 حدیث کتاب ریاض الصالحین باغ نیکوکارانش میگوید و عن ابی هریره رضی الله عنه قال، یعنی که از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که گفت سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، میگوید شنیدم رسول الله صلی الله علیه و سلم رو که می گفت، رسول الله صلی الله علیه و سلم می گفت که والله انی لاستغفر الله و اتوب الیه فی اليوم اکثر من 70 مرة. رسول الله صلی الله علیه و سلم قسم یاد میکنه، میگه والله قسم به ذات پاک، انی لاستغفر الله، میگه هر آینه من آمرزیش میخواهم و بخشیش میخواهم از الله جل جلاله، و اتوب الیه و توبه به سوی الله میکنم فی الیوم در یک شبانه روز، میگوید اکثر من 70 مرة زیاده از 70 بار. رسول الله صلی الله علیه و سلم که گناهان پیشین و آیندهش بخشیده شده است، پس در یک شبانه روز 70 بار طلب استغفار میکند، 70 بار توبه به سوی الله جل جلاله میکند. پس ما و شما باید 700 بار در روز این توبه را داشته باشیم. حتی رسول الله قسم یاد کرده میگوید که من طلب آمرزش میکنم از الله و به سوی الله توبه میکنم در یک شبانه روز 70 بار. یعنی که این دلیل است که
انسان باید توبه بکند. هرچند انسان خیرات و صدقات داشته باشد، هرچند انسان صدقات و هرچند انسان عملهای صالح هم داشته باشد، باید توبه همراهش داشته باشد از گناهان و کمبودی هایی که خود انسان شاید احساس نکرده است. رواه البخاری، و این حدیث را امام بخاری روایت کرده است در زیر رقم 6307 صحیح بخاری، و همچنین این حدیث را امام احمد هم روایت میکند در مسندش در زیر رقم 8493. این بود حدیث 13 کتاب ریاض الصالحین و اولین حدیث باب توبه. و دومین حدیث باب توبه و 14مین حدیث کتاب ریاض الصالحین باغ نیکوکاران، امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 14 کتاب ریاض الصالحینش میگوید وعن الاغر ابن یسار المزنی رضی الله عنه قال، یعنی که از اغر ابن یسار المزنی رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، اگر میگوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که یا ایها الناس، ای مردم، توبوا الی الله، توبه بکنید به سوی الله، و استغفروه، و آمرزش بخواهید از الله جل جلاله. پس رسول الله میگوید فانی اتوب فی الیوم 100 مرة، پس میگوید من در یک روز 100 بار میخواهم. 100 بار. ببینید رسول الله صلی الله علیه و سلم در این حدیث میگوید که من 100 بار آمرزش میخواهم و طلب بخشیش میخواهم از الله جل جلاله. رواه مسلم، این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کرده است. در زیر در رقم یک میگوید دون قوله و استغفروه، یعنی که این حدیث را امام مسلم روایت کرده است، اما کلمه و استغفروه نیست. یعنی که در امام مسلم این طریق است که یا ایها الناس توبوا الی الله فانی اتوب فی الیوم 100 مرة، یعنی و استغفروه در امام مسلم نیست. و بزیادت الیه، و توبوا الیه است، الی الله نه، و توبوا الیه است در امام مسلم. بعد فی الیوم، یعنی که بعد کلمه فی الیوم این آمدگی است. و اخرجه ابو داود، این حدیث را ابو داود هم میگه روایت کرده است. و اخرجه مسلم ایضا، و امام مسلم هم میگه این حدیث را همچنین روایت میکند به همین لفظ یا به لفظ دیگری که در زیر رقم 6858 کتاب صحیح مسلم است که میگه که انه لا یغان علی قلبی و انی لاستغفر الله فی الیوم 100 مرة. یعنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه که هر آینه، یعنی که لیغان علی قلبی، یعنی که دل من پوشانده می شود، پرده گرفته می شود، و اینی لاستغفر الله، و هر آینه من طلب مغفرت میکنم فی الیوم 100 مرة، در یک روز 100 بار. یعنی دلم سیاه می شود یا پرده پوشانده می شود، پس میگه که من 100 بار طلب مغفرت میکنم. میگه والغین، یعنی غان یغان، والغین مصدر است، هو ما یتغش القلب من الغفلات، یعنی که غین یعنی که چیزی که میپوشاند دل را از غفلت و از دوری یاد الله، این را میگوین الغین. یعنی غان یغین یا که یغان، این مجهول فعل غان یغین است که یعنی که پوشانده می شود بالای دل من، پس من میگوید طلب مغفرت میکنم در یک روز 100 بار. این بود روایتی که ابو داود و امام مسلم همچنین این حدیث را روایت کردگی است. میگه رواه مسلم، این حدیث 14 کتاب ریاض الصالحین امام مسلم روایت کردگی است در زیر رقم 6859. و امام احمد هم همچنین این حدیث را روایت کردگی است در زیر رقم، در مسند امام احمد هم این حدیث است در زیر رقم 17847. این بود حدیث دوم باب توبه و حدیث 14 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث سوم باب توبه را می آورد که حدیث 15 کتاب ریاض الصالحین هست. امام نووی رحمه الله میگوید و عن ابی حمزه انس بن مالک الانصاری
خادم رسول الله صلی الله علیه و سلم رضی الله عنه قال. میگوید امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 15 کتاب باغ نیکوکارانش، کتاب ریاض الصالحین، میگوید از ابو حمزه انس ابن مالک انصاری، خدمتگار رسول الله صلی الله علیه و سلم که الله از انس رضی الله عنه راضی باد، میگوید که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته است که لله افرح بتوبة عبده من احدكم سقط على بعیره وقد اضله في ارض فلات. میگه حتما الله سبحانه و تعالی افرح بتوبة عبده، یعنی که شاد و خرسند می شود با توبه کردن بندش. پیغمبر صلی الله علیه و سلم قسم یاد کرده، میگوید حتما الله سبحانه و تعالی شاد می شود، خرسند می شود به سبب توبه کردن بندش. من احدکم، از هر یکی از شما دیده که سقط علی بعیره، مثلا در بالای شترش بود، و قد اضله، و شترش را گم کرده است، فی ارض فلات، در یک بیابانه. مثلا سقط علی بعیره، هر یکی از شما میگه وقتی که سقط علی بعیره یعنی که در بالای شترش افتاده، شترش را پیدا کرد و اون شترش را میگه در یک بیابان گم کردگی باشد. در یک بیابان شترش از دستش رفته، از در اون بیابان نه درخت است و نه هیچ چیزی نیست، نه آب است و نه انسانیت زندگی نمی کند. در همون زمین بیابان وقتی که انسان شترش را گم کند، پس شترش را اگر در همونجا پیدا کرد چقدر خرسند می شود. الله سبحانه و تعالی با توبه بندش از اون انسانی که شترش را در بیابان پیدا کردگی است، از اون هم زیادتر و بیشتر و بسیارتر خرسند و شادتر می شود. این حدیث متفق علیه است که این را البخاری، امام بخاری روایت کرده است در زیر رقم 6309 صحیح بخاری، و امام مسلم هم این حدیث را در صحیح مسلمش کتاب مسلم میارد 6960، و امام احمد هم در مسندش این حدیث را آورده است در زیر رقم 13227. و فی روایت لمسلمین، میگه همین حدیث با در یک روایت دیگر در مسلم آمدگی هست که امام مسلم در آن روایتش میگه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که لله اشد فرحا بتوبه عبده، یعنی که الله جل جلاله بسیارتر و بیشتر شاد می شود با توبه کردن بندش، حین یتوب الیه، وقتی که بنده به سوی الله باز میگردد، به سوی الله توبه پیشه میکند، الله سبحانه و تعالی چنان خرسند می شود که من احدکم، از یکی از شما دیده که کان علی راحلته بارض فلات، که یکی از شما میگه در بالای شترتان در بیابان بودید، فانفلتت منه، پس فرار کرد میگه شترتان، و علیها طعامه و شرابه، پس بر بالای شترتان در آن بیابان میگه طعام هاتان بود، یعنی خورد و خوراکتان در بالای شترتان بود، و شرابه، آب نوشاکیتان هم در بالای شترتان بود. فایس منها، پس این انسان شترش وقتی گم کرد، شترش فرار کرد، شترش که گریخت، این انسان همه چیش از دست داد، خورد و خوراکش رفت، نوشاکیاش رفت. فایس منها، پس دل شکسته شد، ناامید شد دیگر از شتر، دیگر از زندگی ناامید شد، زیرا که در این بیابان نه آب است و نه خورد و خوراکی هست، نه کسی است که نزدش برود. فاتا شجرتن، پس میگه همین انسان آمد نزد درخت، تگی درخت آمد، فالتجع فی ظلها، پس دراز کشید میگه در زیر سایه آن درخت. و قد ایس من راحلته، و واقعا میگه این انسان ناامید شدگی بود از شترش، دیگه امیدی نداشت که شترش بر میگردد. فبینما هو کذالک، پس زمانی که اون انسان همین طور بود، ناامید، امیدش از زندگی و از آب و از شتر و از خوراکی که بالای شتر بود، از همه این میگه امیدش کندگی بود. اذا هو بها قائمتا عنده، ناگهان میگه اون انسان دید که شترش در نزد اون راست ایستادگی است. ناگهان چشماش هوی کرد، دید که در بالای سرش
شترش است. فاخذ بخطامها، پس میگه اون انسان خطام آن شتر را گرفت. خطام یعنی که اون بند شتر یا لجام شترش را گرفت. میگه او ثم قال من شدت الفرحی، بعد میگه گفت این انسان از نهایت شادمانی و خرسندیش، از بسیار خرسنده شد، دیگه زبانش گپش را نگرفت، گفت که اللهم انت عبدی و انا ربک، گفت ای بار الها تو بنده من هستی و من پروردگار تو هستم. یعنی که از خرسندی، از نهایت شادمانیش این سخن را گفت. اخطأ من شدت الفرحی، میگه خطا کرد از نهایت در حالت شادمانی بودنش، یعنی از خرسندی زیاد را این انسان میگه خطا کرد. بجای بگه که پروردگار تو پروردگاری من و من بنده تو هستم، برعکس میگه این سخن را خطااً از زبانش برآمد، یعنی از خرسندی زیاد. یعنی ببین چی قدر خرسند شد. الله جل جلاله را وقتی که بنده به سویش توبه میکند، الله از این ده هم زیادتر و بیشتر خرسند و شاد می شود. در زیر این حدیث در رقم 3 میگوید و فی الحدیث ان ما یقوله الانسان من مثل هذا، یعنی که در این حدیث میگه هر آینه چیزی که انسان در مثل همین حالت ها اگر بگوید، فی حالت دهشته، یعنی در حالت دهشتش، و ذهوله، در حالت سرگردانیش و سخت سرگردان باشد و ترس داشته باشد، میگه لا یؤاخذ به، یعنی مؤاخذه نمی شود، یعنی که گناه نوشته نمی شود. چرا؟ زیرا که این خطا کرد، خطا، یعنی قصداً این کار رو نکرده است. از این حساب این حدیث دلیل است همچنین کسی که در کفریات یا در شرک می افتد، اگر معلومات ندارد خطااً می افتد، پس اون عذر دارد، اون را نمی شود حکم به تکفیر کرد. این دلیل بسیار دلیلی قوی است که انسان اگر بگوید که الله تو بنده من هستی، من پروردگار تو هستم، در این کافر می شود. اگر قصداً بگوید، اگر با قصد و مرام بگوید، کافر می شود. اما این انسان وقتی این سخن را گفت، خطا کرد در گفتنش، همچنین انسان خطااً در شرک و در کفر اگر بیفتد، خطااً باشد، اون انسان را حکم به کفر کرده نمی شود. لا یؤاخذ به، این مؤاخذه کردن نمی شود. و فیه ضرب المثلی، در این حدیث همچنین میگه ضرب المثل است، بما یصل الی الافهام من الامور المحسوسه، یعنی که به آن چیزی که به فهم انسان زودتر میرسد به کارهای محسوسه. یعنی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم این حدیث را همچون ضرب المثل بیان کرد، تا اینکه در ذهن انسان خوبتر برسد که انسان وقتی که شترش را گم کند، در بالای شترش آبش است و نوشاکیش است و هیچ جای نیابد و اومیچه کنده در زیر درخت رفته خواب شد، اینه که همچون این چیزا را بگیم یک مسئله محسوسی قرار داده، یک مسئله حس کرده شده، که یک واقعیت همچون قرار داده بیان کردن، و پیغمبر صلی الله علیه و همچون ضرب المثل میگه بیان کرد برای در فهمش انسان زودتر جا گرفتن. و الارشاد الى الحض على محاسبه النفس، و این حدیث همچنین میگه راهنمایی است برای تشویق کردن که انسان نفس خودش را محاسبه بکند، نفس خودت را حساب کتاب کن با نفس خودت که تو چی کار میکنی و چی کار کرده ایستاده ای. انسان باید تفکر بکند در بارای کارهایش. این سخنی که حالا ذکر کردیم از فتح الباری جلد 11 صفحه 92 می باشد. این حدیث 15 قسم دوم را گفتیم امام مسلم روایت میکند در زیر رقم 6960 کتاب صحیح مسلمش. این بود حدیث 15 و سومین حدیث کتاب باب توبه. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث 4 از باب توبه و حدیث 16 از کتاب ریاض الصالحین باغ نیکوکاران را آورده میگوید و عن ابی موسی عبدالله بن قیس الاشعری رضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه و سلم قال، امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 16 کتاب ریاض الصالحینش در کتاب باغ نیکوکاران میگوید از ابو موسی عبدالله بن قیس اشعری رضی الله عنه روایت است از پیغمبر صلی الله علیه و سلم که میگوید پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند که
ان الله تعالی یبسط یده باللیل لیتوب مسیء النهار. میگه که الله سبحانه و تعالی باز میکند دستش را باللیل شبانگاه لیتوب مسیء النهار، تا اینکه توبه گناهگار روز را قبول بکند. الله سبحانه و تعالی شب دستش را باز میکند، یعنی که قبول میکند توبه انسانی که در روز گناه کرد. اگر انسان در روز یگان گناه ها و کمبودی ها کرد، در شب رفت و دست به سوی الله برداشت، از الله طلب کرد که الله گناهانی که در این روز من انجامش دادم آن گناهان را ببخش، وقتی میگه دست میبردارد طلب میکند، الله سبحانه و تعالی قبولش میکند. و یبسط یده بالنهار، و همچنین الله سبحانه و تعالی باز میکند دستان به مثل مانندش را در روز لیتوب مسیء النهار، تا اینکه قبول بکند توبه انسان را که در روز انجام دادگی هست. مسیء اللیل در شب انجام دادگی است، یعنی که وقتی انسان در شب یگان کمبودی ها و یگان نافرمانی ها و یگان گناهانی را که انجام داد در روز دستانش را برداشت، گفت ای الله گناهی که من این شب انجام دادم، گناهی که از من سر زد امشب، اون گناه من را ببخش، پس میگوید الله سبحانه و تعالی توبه این انسان را قبول میکند. تا که الله این کار را میکند؟ حتی تطلع الشمس من مغربها، تا اینکه طلوع کند آفتاب از مغربش. یعنی چی؟ یعنی تا روز قیامت، یعنی که تا قیامت قایم شدن الله سبحانه و تعالی برای بندگانش فرصت توبه کردن میدهد که بنده توبه بکند به سوی الله جل جلاله. تا طلوع کردن، تا برآمدن آفتاب از مغربش، اون جایی که امروز ما و شما میبینیم آفتاب در بیگانی فرو میکند، در صبح از عکس اون میبراید، هر وقتی که دیدی که آفتاب از آن جایی که بیگه طلوع میکرد از آن طرف که برآمد، بدان که دیگر توبه، فرصت توبه کردن از دست رفت و قیامت برپا شد، دیگر توبه کننده قبول نخواهد شد. رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم روایت کرده است در زیر رقم 6989 و امام احمد هم در مسندش این حدیث را میارد در زیر رقم 19619. این بود حدیث چهارم از باب توبه و حدیث 16 از کتاب ریاض الصالحین. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث پنجم باب توبه را میارد که حدیث 17 از کتاب ریاض الصالحین می باشد. امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 17 کتاب ریاض الصالحینش باغ نیکوکاران میگوید و عن ابی هریره رضی الله عنه قال، یعنی که از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب الله علیه. یعنی هر کسی که توبه بکند، هر کسی که رجوع بکند به سوی الله قبل ان تطلع الشمس، پیش از اونه که طلوع کرده باشد آفتاب، من مغربها، از جایی که در بیگانی فرود می رود، از مغربش، از جای غروب شویش آفتاب طلوع بکند، پیش از همین میگه هر کسی که توبه بکند تاب الله علیه، یعنی الله سبحانه و تعالی قبول میکند، میپذیرد توبه آن توبه کننده اش را. پیش از همین اگر توبه کرد، الله از اون چکار میکند؟ توبهش قبول میکند و از اون بندش راضی میشود. اما پیش از چی باید باشد؟ پیش از برآمدن آفتاب از جایی که غروب میکنه، پیش از قیامت، پیش از قایم شدن قیامت. تا پیش از قایم شدن قیامت هر کسی توبه بکند، الله سبحانه و تعالی توبهش قبول میکند. در زیر این حدیث میگه قال القرطبی، امام قرطبی گفته است که هذا الحديث اجري مجرى المثل الذي يفهم منه قبول التوبه و استدامه اللطف والرحمه. میگه که این حدیث جاری شدگی است در مجرای مسئله که فهمیده می شود که قبول شدن توبه
و بر دوام بودن لطف و رحمت الله سبحانه و تعالی، یعنی که تا قیامت قایم شدن، تا قیامت برپا شدن انسان توبه بکنه، توبهش قبول می شود و رحمت الله بر دوام تا اون وقت بالای انسان می باشد تا قیامت قایم شدن. و هو ینزل عن مقتضى الغنى عن مقتضى الغني القوي القاهر الى مقتضى اللطیف الرؤوف الغافر. و الله سبحانه و تعالی نزول میکند از جایگاهی الغنی القوی القاهر بودن، یعنی که انسان الله که بی نیاز است، انسانی که قوی است، انسانی که غالب بالای همه چی است، از این جایگاه میگه الله سبحانه و تعالی نزول میکند به مقتضى لطیف، به جایگاهی که الله سبحانه و تعالی لطف و مهربانی دارد، رؤوف است و غافر و بخشنده گناهان است. از اون مرتبه میگه الله به مرتبه این بخشندگی و مهربانیش نزول میکند. یعنی که الله سبحانه و تعالی برای بنده فرصت دادگی است تا قیامت قایم شدن حق دارد بنده که توبه به سوی الله سبحانه و تعالی انجام بدهد. این حدیث 17 رواه مسلمون، امام مسلم روایتش کردگی است در زیر رقم 6861 و امام احمد این حدیث را روایت میکند در مسندش در زیر رقم 9130. این بود حدیث 17 و حدیث 5 از باب توبه. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث 6 از باب توبه را میارد که حدیث 18 از کتاب ریاض الصالحین باغ نیکوکاران می باشد. امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 18 کتاب ریاض الصالحینش میگوید و عن عبد الرحمن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضی الله عنهما، میگوید که از ابو عبدالرحمن عبدالله ابن عمر ابن خطاب رضی الله عنهما روایت است عن النبی صلی الله علیه و سلم قال، از پیغمبر صلی الله علیه و سلم روایت کرده میگوید که ان الله یقبل توبه العبد ما لم یغرغر، یعنی که الله سبحانه و تعالی قبول میکند توبه بنده را ما لم یغرغر، تا زمانی که روحش به حلقش نآمده باشد، تا پیش از غرغره را، یعنی تا پیش از آنه که روحش به حلقومش آمدگی باشد، در حالت جان دادن باشد، تا انا همون وقت رو میگه الله سبحانه و تعالی توبه بنده را قبول میکند. یعنی که در توبه باز از تا قیامت قایم شدن، اما برای هر انسان در توبه باز است تا زمانی که در حالت جاندهی قرار میگیره، تا زمانی که روحش جانش به حلقومش می آید، یعنی که در حالت جان سپاری هست، تا انا همون وقت را انسان را توبهش پذیرفته و قبول درگاه الهی می شود، الله قبول می کند. در زیر این حدیث در رقم 2 میگوید ای ما لم تبلغ روحه حلقومه، یعنی تا زمانی که جان اون انسان به حلقومش نرسیده باشد الله توبهش قبول میکند. فیکون بمنزلة الشیء الذی یتغرغر به المریض، پس میگه به مانندی آنه که میگه انسان مریض، انسان بیمار قرار میگیرد، یعنی که یک انسان در حالت جاندهی، چطوره که در حالت جان تسلیم کردن هست، تو انا همون وقت را میگه انسان توبهش قبول میشود. قال الله تعالی، الله سبحانه و تعالی همچنین در سوره نساء آیت 18 میگه گفته است که ولیست التوبه للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الان، میگه توبه قبول نمی شود. ولیست التوبه للذین، یعنی توبه کسانی که قبول نمی شود، توبه کسانی که یعملون السیئات، گناه و معصیت انجام میدهد، حتی اذا حضر احدهم الموت، تا زمانی که مرگ به سراغشان می آید، یعنی که در حالت جانتی می شوند، میدانند که حالا در حالت مرگ قرار گرفتن، حالا میمرند، پس در اون صورت میگه قال انی تبت الان، اون انسان گناهگار میگه که انا اکنون من توبه کردم،
در اون صورت الله میگه ولیست التوبه، توبه قبول نمی شود. یعنی پیش از غرغره شدن جان، پیش از اونه که روح به حلقوم بیاید، توبه انسان پذیرفته می شود و قبول می شود. اما در این حالت که آمد، این انسان دیگر فرصتی توبه کردن را از دست داده است. این حدیث 18 را، حدیث 6 باب توبه و حدیث 18 کتاب ریاض الصالحین را میگه رواه الترمذی، و امام ترمذی روایت کرده است در زیر رقم 3537. و قال حدیث حسن و هو فی مسند احمد، و گفتگی است که حدیث حسن می باشد و همچنین حدیث در مسند امام احمد هم آمدگی است در زیر رقم 6160 در کتاب مسند امام احمد ابن حنبل. پس این بود حدیث 6 از باب توبه و حدیث 18 از کتاب ریاض الصالحین. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث 7 از باب توبه و حدیث 19 کتاب ریاض الصالحین باغ نیکوکاران را میارد. این حدیث 19 را درس آینده خواهیم گرفت. پس درس امروزه را در همین جا به پایان میرسانم تا درس آینده. الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.